آقا وقتی توان مالی در حد یه دونه دوچرخه است، نه یا از یکی ماشین امانت بگیر ببر خرابش کن بیار. الان همین ماشین که خراب شده، استارتش سوخته، واشر سوزونده، بعد رادیاتور بخاریش ترکیده، زدن آینه رو شکوندن. بعد یه هفتم درگیر این ماشین بشیم، 30-40 تومن هم هزینه کنیم بابت اینکه یه اشتباه کردیم، یه امانت دادیم. آینه رو ببین، داخل ماشین رو ببین. آقا امانت نگیر داداش، وسط نمیرسه امانت نگیر که فردا برگردی بگی ماشینت مشکل فنی داشته، خودت دادی به من، از این حرفا نگیر. آقا امانت نگیر. آقا ماشین امانت ندین، آقا امانت ندین. به محسن، به فردین، به اشیا مهدی، به اشی امانت ماشین ندین. آقا ندید ماشین ندید. آقا ندین. وقتی بدیم ما خودتون آقا بدیم. امانت ندین. محسن باش بره مشهد، من غلط کنم. محسن بره مشهد، فردین بره شیطان داغ. ندین آقا، ندین امانت.